وره ناحیه سرسنکیه. ددم بفر بانی دا پرانی بفر لسرون قضا آمدی لوی ناحیه دا دباریتن. اره ددم بفر بانی دا چه آستاینگ به حوالاتی لوی ناحیه پیدا دبن. نسبت گوزه و عزمانه باشم هیویداریش حکمت خویا هرمه هاری کاریه کد با منطقه نافچایی همیچ که راستیجی از دوهی که هاتم اما ممنون توانین یعنی گل شفر سر که بون ری پاقشت کرد بس هم هیویداریش حکمت مال او عرد جلالی و جوردانی خیب هاوینه چون که هندی شفر پاقشی کد نسبت بفره ده هر عردی و نیسیتن ده بیتا جمد گیمیا گازه و دابش نکردن گازه ددم خود بسر حولاتیان آریشه کادنه بروک حولاتیان گرتی. جیرک تهنا گرتن هند روزا هم اوه بافر هاتی اوه ریکا مولا منه اوه پنج روزا ریکا مولا منه گرتی از پیات هموچم نساخی اکتشتک حالت که تانگاوی هبیتن و بصناعیه یعنی اکب کنه دل خود وکن حتی نو که یک برمیله گازه 200 لیتر گازه دون 216 لیتر اوه ماسه برمیل صوت. سروکی باشروانی سرسنگ درباره پلان رامالین بفره و فکرنا ریکن سرکی وها دبیجه. اوه بو موه هفتیه که تقریبا بفر بارین یا بردوامل السنور ناحیه سرسنگ اما یک باجروانی سرسنگ دیگل تیمت پاقش کرنه یه طریق بریا گشتی یا ریکوپرا ام جادت سرکی و کولانت کفنا حدود باجروانی ما ام بشکل که بردوام ام پاقش کن برا پتر شارعت ما او جادت کفنا داخلی حدود ما یتاتیا پاقش کردن جبفری و امد بردوامین ان شاء الله دو روزه که دی سه روزه که دی همیه نه پاقش کرد. ده ای سال دال ناحیه سرسنگ نزدیک 5 سانتیمتر بفره بارینه. اوشی بوی صدم پیدابونا چند آستانگان. ددم که دال سنور ناحیه سرسنگ نزدیک 15 دمجمرین کهرب آنشتیمانی هنه. و که حولاتی دی بیشن کهرب جینه شیطن زبستان آمه گرم بکد. نیهات اورماریین نارتی ناحیه سرسنگ.